خب خوش اومده به این کنفرانس. خیلی ممنون از کسایی که اومدن داخل این سالن نشستن و منتظر موندن. امروز گرد هم اومدیم که من بهتون 2 تا چیز نشون بدم و شما از بین این 2 تا چیز یک کدومشون انتخاب کنید. از اونجا که خیلی هیجان زده این بریم سراغ گزینه‌هامون. پرده کدوم؟ سمت راستی؟ این چپی موسی را دوستان. نه راستی نه، راستی خداست. چپ. یکی چپ ببین یکی اون راست. یعنی اینقدر دو سمت راستی خوبه که من بارها سر کار دارم برگردم بارها سوپرمارکت های رو آره می‌گردم. راستیه بهتره، بین این دوتا راستیه بهتره. راستی بهتره. آره. راستی بهتر، ولی منم قبولم راستی بهتر، ولی من چپیه رو میخورم. منم چپیه. واسه همین میگم چپ. منم چپیه رو میکنم تو دهنم. دوستان یه فکت ناراحت کننده بهتون بگم که در لحظه هیچ کدومشون نه. ها من دارم. من دارم. من البته اینو ندارم ولی خب دارم. از همتون میگم خب میریم بعدی. اصلا این راستیه. سواله. چپ. راست. obviously راستیه. ببین عروسکی اصلا ببین. عروسکی نیست، پس راست. ها تو شه همون تون. من سمت چپیه یه چپیه. بار سمت چپیه. راستی ها نخوردم. یه سمت چیزی- چپیه سسش خوشمزه تره خدایی. یه چیز فان فکت، من هیچ کدومشون رو نخوردم ولی احساس می‌کنم سمت راستی خیلی خوشمزه به نظر میاد. کابو خوشمزه است ولی چپیه سسش هر دوتا خوشمزه برند تره. ساندویچشون خوبه. نمیشه جفتش انتخاب کرد. من میگم راستی به نظرم کاپو بهتر از نامینوه. آریان انتخاب کردم. هدف در این نظرسنجی اینه که تهش هر کدوم دوست داشتین برام بخری نه؟ اه، دوستان حتما این ویدیو رو لایک مزمز فور شور. مزمز. از واسه ادویه‌اش بیشتره. مزمز. یکی همه موافقم فکر کنم مگه که آریان بگه راستی. نه من گفتم چپی. نه من چپی رو خیلی خوردم، راستیه رو تا حالا سمت نخوردم. راستیه راستی نخورید. نخوردی. راستیه انقدر قدیمیه. اولسپاکه. راستی تولید نمیشه اولد دیگه. اسکول شت دیگه. چپیه رو تو دلتون میخواد میکس دادم ولی راستیه رو نخوردم. ای بابا من خب راستی الان دادم. خیلی سخته آجی. منم راستی انتخاب میکنم. اولد اسکول خیلی خوب بود اون. چپی. من اصلا این چیز چپی، نمکی این دوست چپی. ندارم. این چپی دیگه، این چپی. اون خیلی شوره دیگه خواهش. خدا سلامت. نه واسه من کدومش بود شورتر بود؟ همین راستی بود. نه راستیه شورتره. شورتره. من می‌گم نمک دوست دارم می‌دونید. راستی. نه چپی. نه چپیه چپتره. چرتره. بابا چپیه چپ منظور سمت راستی. ما یه چیز بهت بگم روش زده لسفت میدونی چی میگم لیدر گفت چپیه رو خود دارم میگم. من راستی چپیه حاجی گاز میزنی روغنش من حقیقتا روغن زیاد دوست ندارم. راستی هم سمت راستی خیلی خوشمزه است حاجی. راستی سمت راستی. چپی. نه واسه ببینم. آره این همین کیک نبود که برام گرفته بودی؟ آره این همونی این باید کیک بفهم. همون کیک چربه است دیگه ببین. نه؟ آره ببین زرکام. خیلی سخته این مزه خیلی گوه. مزه چیز میده. فکر نکنید من برام من سمت چپیه رو نخوردم. من محمد این نصف عمرت ایمپاسیبل در تقریبا من یه چی نخورده باشم نه. محمد نصف محمد عمرت در کلی. فنا محمد خیلی خدایی. تقریبا همه چی میکنم تو دهنم ولی چون خب کیک اونو های نکردم. خیس بیشتر دوست دارم همون چپیه رو. آه. میرم دهنت سخت شد. 100% چپی 100% چپ. چپ. بلا اساس حرفی نیستش هیچ چپیه دیگه آره من راستیه رو خیلی دوست دارم ولی نمیتونم. راستی. چی راستی گاد دیو می فاک دیس. فاک دیس. آجی خیلی راستی چپی خب آره بده. خب راستیه. چپیه خیلی میشه بده. چپیه انتخاب کرد. خفشین یه چیتوز قدیمیه مال همین چیتوزه اگه چیپوف. اون بود شاید اون من اونو قدیمیه می‌بردم. چیپوف راستیه راستی هست. آره قدیمیه آه. برو نوتلا obviously what the fuck. می فاک یو فرمان. آریان تو نوتلا نمیخوری واسه همین فرمان ترجیح میدی. داشت. این یکی به صفحه داره. خب داریم راجع به مزه صحبت میکنی. من درباره سکس دارم صحبت میکنم. آریان من نوتلا رو میذارم رو دهنم از همه جام آب میاد. محمد تو گی. من روی یکی نظری ندارم. یعنی چی؟ یعنی داری ندارم. بچه من میدونم شما نوتلا رو به خاطر اینکه انش سیاهه انتخاب کردیم من میدونم. اوکی. هیچ کس حتی
محمد لک مرد آه چپی بلاستش چپی هر کی بگه راستی گیه چپ چپ یه لحظه اینجوری نیست که من یه لحظه شکر من آس کنم اینجوری نیست که من شکر رو دوست نداشته باشم ولی های بایه یه چیز دیگه. آریان خیلی شکر دوست داره حاجی 5 for life 5 سمت راست. حاجی. شیر نگی زیرو شوگر شات د فاک اپ چپی چپی چپ راست محمد فقط به خاطر میم مانستر داره میگه چپی نه یادم گاد دیم چپی شمس من انتخاب کردی؟ شمس چی کار داری؟ یه مزاج چی دارم بگم؟ میگم اول اینکه شمس این درش شکی نیست ولی خب من ساده نمیخورم واسه همین راست تنها دلیلم اینه راستی یعنی البته نه من دومیه شمس هم ساده کیه. میکنم بابا خب انتخابای کتشه گذاشتی حداقل اونم مثلا ساده آره می‌گه. مثلا اگه اونم زن ساده میگفتی، من میذاشتی ایستک الان می‌گردم. مثلا خیلی مزاج گفتم چپی دوستان یکم سایده ایرانی میدونی عکس کم دارم خیلی سخته میافی دیجیکالا من چپی رو انتخاب میکنم من به خاطر ایستک. مزه فقط من هر برندی باشه اصلا ایستک خیلی بهتره من مزه‌ش رو میگم. مزه داریم بگیم منو ولی قبول دارین ایستک بهتره دیگه نه خب اشتباه شده یه لحظه دادا من چپی رو انتخاب میکنم برای من خیلی راحت تر بود آقا قبلی زشت، بخیال مسخره شه نکن. قبلی یه پارازیت بود یکی آجی یه چیز بگم خب اون راستی خیلی معروفه تو ایران ولی واقعا چپی راستی یعنی خیلی نخوردی چپی. تا حالا؟ راستی مردم؟ تنها خوراکی بود که من نه، همیشه از خوردم. بقیه میگرفتم میخوردم جفتش خب معروفه راستی خب راستی خیلی معروفه ولی من میگم چپی هم معروفه داشت چپی هم قبلا چپی. معروف بود خیلی گوشه چپی خیلی چپی چپی واقعا. چون چربتر و خیستر بود من چپی من دوست راست حاجی من ببین. با معین پوره زیاد حال نکردم ناموسن یه چی بگم والا به شاید من فیک میکش خوردم ولی اصلا به چیم نشست نمیدونم چرا این من سمت مهم راست یک سوشر محض خفش ببخشید شی بابا ولی خب یه آره. کار نگه کیفیت نونش بالاتر میرفت بد نبود در کل محیط پور این همون چپی پیش همون چپ. پشه اوجی ترین پیش پشی که من تونستم تو سایت پیدا کردم و خیلی پیش پش خوبی بود ولی نه فقط از شی بابا عقب‌ترم هست فکر کنم فکر کنم باشه I don't know ولی موینپور واقعا موینپور خیلی خوبه مرد Bless me with the leaf off of the tree. به چپ آتیشی چپ چپ فور لایف نمیرم چپ تند آتیشی چپ تا قبل اینکه معدم مشکل پیدا کنه گاد دیم من هیچ کلو نخوردم ده میتونم این نظر بدم این دوتا خوراکی جزو کوچرترین خوراکی هم به خاطر جاشون نه خودش به خاطر جاشون پکیجینگ افتضاح پکیجینگ 100% man what you mean چپی افتضاح چپیه من راستی من راستی رو راستیه اوه نامینو خوشم سمت راستی خیلی بهتره من که جفتشو تست نکردم اونقدر من کلا من جفتشو خوردم راستی هر خیلی بهتره. دوشون خوبن حاجی نیستم حاجی من چپیه باورم نمیشه سر دوتا اصلاً. اولویه دارم انقدر فکر میکنم چپیه من اصلا از راستیه؟ راستی خوشم نیومد راستیه. خیلی مزش بد بود چپیه خوب بود راستی خیلی بسته‌بندیش خوبه من میگم چون مزه هیچی تو ذهنم نمیاد پس همون دارم میگم چپی سرک نمکی چپی 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 واقعا من راستی پشما دیم راستی خیلی فیکه چپی ترشتره راستی چپیه رو من نمیبینم نات کان لای چپیه انقدر نیست من یا راستیه کلا تو ذهنمه راستی سرکه نمکی فیکه حاجی چطوری مزمز سرک نمکی نمیبینی برو خاک من اینجا این سرکوچمون نمیاره اون راستیه رو داره میشه قیمتش دید بسن برو چند 140 آره دلار از ای آی کمک بگیره راستی راستی حقیقتا راستی 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 تو داشت من یه خیلی حال دونه میکردم ساده بود کاله آره اونم خوب بود خدایی چپی چرا کچاپو با لیمون لیمون از جفت این دوتا براتون میاد چپی نه، من چپی. چپیه رو Exactly، خیلی از دوست دارم جفتشون حاجی. بدمون میاد. چپی من من چپ. راست. آقا من لیمویی، راستی لیمویی. من با این چیپس راستی بچگیمو ساخته راستیتش این چیپس من با این بچگی چیز- کردم. اه. راستی فرشو خیلی چپی. سخته به نظر واسه من این خیلی سخته دلیل سفر ما خوشمزه چپی قدیمیش خوش نه من راستی همون قدیمی دوست هست. دارم دیگه. یه هم قدیمی هست. نه هم تو قدیمی همون راستی ببین چپیه خیلی خوشمزه است ولی خب راستی هم خیلی خوبه من چپی. قشنگ میکنی تو دهنت راستی سمت راست اوه سمت راست. چپیه راست. چپیه ما چپ. وای، چقدر سخت. No fucking way ما انقدر سنمون هست که چپی بدونیم چقدر خوشمزه است چه نگیم آره. راستی
ولی راستی هم خیلی خوب. آریا برو اینقدر- بید. اینقدر خب، بدنه. قیمتش کم بود به جای بقیه پول میدادم بهمون. آره حاجی چپی هست راست میگه تنها خوراکی بود که بده بقیه پول میدادن. 500 تک راست تومن میگه بوده جی موینا خواهش. من راستی من میگم راستی. راستی چون بای بای راستی. خوشمزه هرچی هم باشه باز خوشمزه. 20 باکس خار مادر کپی از اوریو نمیدونم چرای دیگه است و به نظرم چرت و پرته. محمد چی میگی همون باید؟ راستی میریم دیگه. به عنوان حق رکورد یک دونه ایستک ساده برام بگیر. به عنوان حق رکورد یه دونه های بای واسه منم بگیر. حل من یه هات داگ میخوام. تو اونو نمیشه. همین فرشه نه اون هات داگی که تو میخوای. من هادک اون مال نمیخوام. مطمئن یاریا. بله واسه نگاه کن نه برگرد رو من. حله نه نگاه میکنی بله من گم کردم خودم و چون تو رو پیدا کردم بدون تو وجود ندارم توی دوای دردم